اینا بچه‌ها گپ زنه کدام اینا شهروندان تاجیک اینا پاسپورتاشون داده شد زیاده از 10-15 روزی در هم چرنایفکا در بالای نام بیتون خوان عذاب کشیده اینا کدام برادرها یگان گپ میگفتن داشته باشه گپ زنه کی برو برادرها ای پاسپورت سایتشون خوش بکنه که مثلا با مشاهده هم مثلا درجا زنکوی حملدار هستن مثلا توی مایده هستن خجاب بخوای مدرکو تو قد بکنیم خیلی زنکوی ادامه مایی بیسو پنسارا مثلا هوا مشاهده هم مثلا روی کم هست مثلا شهروند اینجا جمهوری تویسون صدای شهر مختار است مثلا حرکت کنیم مثلا همین مسئله مشاهده هم میاد مثلا ان شاء الله شما تا اوضاع چی ما چی میزنم دادرجو همین زنکو کودکور همین تاجیکستان روی کنم ما مردکه میگلوچی میکنیم کامو کو نشون تکی بنا حال تاجیک خیره ما شهروندی تاجیکستان اینا هر کدومش پاسپورت داده شد اکای رحیم اکای سروب کنسول رسمیت تاجیکستان خواهش می‌نمایم که بس اینا برادرها هر یک کدومش پاسپورتاشو داده است خواهر گودک گولک چولک اینا سیمنی این برادری بخدن 10-15 روزی اینا بالای نمی خوکی بیتون دا خواه اینا خولام قطعی اپا وطن گردانن و وقتر وطن گردانن مونن ما التماس میکنیم که همین پرزیدنت ما با یاردم دادگشان همین یگان چیز مونه وطن گردانن کودکای نوگران داریم زنکای جان داریم ما همش بچه های یاش داره این دولت داریم ما 35 گرس گرم بابا مردم شتای ما 35 گرس گرمی دا این ببین کودکای اینوالیتو درست کودکا ببین چخه همین از حکومت تاجیکستان خواهش می‌نمایم که برادرها را سوخت سلامت به وطن برگردونند چورا را ببینن اینا برادر سمیاش خطیه اینا بود باور نکنه تاجیکستان من باور نکنه اگر نه شد راشکه اینا خودم خطی زنکای تاجیک هستن بسیار اینجا اینا می همش زیاده از 200 نفر شهروند تاجیک تاجیکستانی تو پاسپورت نشون تو اخی آکا پاسپورت نشون تو کی جاوز ویدیو کنسول میره تو بینا اینا می همش شهروند تاجیکستان ای نویا بختر دست شنبه همینا همش اینا برادرها هم تاجیک زنکو گولاکو اینا دوری گیر من همینا همش تاجیکن هم میامی و تاجیک اینا آتش سروب زیاده از 200 نفر اینا اکم قطعی سمیاش گولاکوش بوده است ما تاجیکستان من رویم یک تن مانه برن عذاب دیدیم یک 15 روز رو در کوچنده عذاب محال گوی تانکو مانه همه یک گودکای مایده عذاب کشیده ایستادن در همین گرمی این زنه جا کساله برن چه مهم بی آدم بی وطن مهانن برن وطن گردانم مهانه بچه غم نخره خلا جان غم نخره انشالله میشه روزای نزدیک همین در امان الله باشه غریبا خدا نگهدار ما با وطن برگشتگی مقدار کن ماهانم خدا بشکر پریزیدنت ما هست ماهانم برد وطن منه گودکای خوابش بند پریزیدنت اینا خلق ازبکستان گذرانده راسته است اینا میو همه کراچی تاجیک زیاده از 200 نفر خواهشمند و از کارمندان کنسول رسپوبلیک تاجیکستان که همیو برادرها دستگیری کرده به وطن برگردونن اینا تاجیکو همش همیو تاجیکن در امان خدا باشی غریبو خدا نگهدار Özbeki gazdan ne fark نداره شما شهروند تاجیکستان ازبک پاروت میدونم اخی تاجیکی گپ میزنم میدونم شرط نیست وای کدن خواهد به امان خدا باشه بچو انشالله که همش خوب میشه